برو دیار. بگیر بشین اینجا. بشین اینجا. ناز و ادا کردنم حدی داره دختر. ناز و ادا کردنم حدی داره. اگه آروم بگیری منتظر میمونیم، اما تو آروم نمیگیری. چی کار کردی دیار ها؟ به کی زنگ زدی؟ به مامانت. به مامانت زنگ زدی؟ بهش زنگ زدی؟ بهش چی گفتی ها؟ چی گفتی بهش؟ دارن میان نجاتم بدن. اگه خیلی عاقلی باید فرار کنی. به زن داداشم گفتم منو به زور نگه داشتی. گفتم نجاتم بدی. داداشم اینا هم دارن میان. اگه نمیخوای بمیری فرار کن برو. اگه نمیخوام بمیرم. آفرین دیار. آفرین به تو. آفرین. مبادا تکون بخوری. تکون نخور. زن داداش، تو رو خدا زن داداش، زود باش بیا. خدایا منو ببخش. چطوری بگم؟ به کی بگم؟ چطوری خودم اون دیار بدبخت رو نجات بدم؟ دیار سریع بگو ببینم به کسی چیزی گفتی؟ تو عجب آدم عوضی و کثافتی هستی امیرعلی. ببین بهت گفته باشم اگه بخوای دختره رو اذیت کنی یا بهش دست بزنی نابودت میکنم. آه دجله دیگه کار از کار گذشته. دیگه دیار زن من. چی؟ دهنتو میبندی چیزی نمیگی دجله. اگه جلوی زبونتو نگیری به خدا قسم تو کل ماردین آبروتو میبرم. اول به همه میگم همه ی کارا زیر سر دجله است. من و دجله هم هنوز عاشق هم هستیم. عاشقیم. بعدش میگم منو دیار رو دجله با هم آشنا کرد. کی؟ دجله. دروغ هم نگفتم. درست میگم؟ تو آشنامو کردی. دیارم شاهده. آره. میگم گفت با این دختره عروسی کن یه پایان خوب داشته باشیم. عشقمون تو امارت ادامه داشته باشه. نمیتونم فراموشت کنم. امکان نداره. خدا لعنتت کنه امیرعلی. لعنت به اون روزی که من تو رو شناختم. آفرین دجله. باید اینطوری بترسی. خلیل چی شده مادر؟ کوفت و زهر مار شده. خلیل این دختر دکتر از سر من واکن. گوششو بکش. سر صبحی پا شده اومده به من حرف میزنه. چی میگی مادر؟ چه بلایی سر دجله میاد. باید به فکر دخترم باشم. تو اینطوری بگه دختر غریبه رو بدی، نه به مادرت احترام میذاره، نه به طایفت، نه به خام بودن تو. جلوی اینو بگیر وگرنه بد میشه. اگرچه من جوابشو دادم و ردش کردم رفتم، اگه بخواد یه بار دیگه بیاد تو رو مقصر میدونم گفته باشم. جواب کیو دادی؟ کی جواب کیو داده؟ درست حرف بزن ببینم مادر. خلیل خودتو بازیچه این دختره نکن. بگو ببینم به لیلا چی گفتی؟ هنوزم داره طرف اون دختره رو میگیره. واقعا که تو مخت چیه؟ مادر گفتم چی گفتی؟ حرف بزن. بهش گفتم از پسرم و دخترم و خونه من دور باش خانم دکتر. حساب اینو پس میدی.
من مجبورم این کارو کنم. منو ببخشی دجله. نجیبه دختر بوزبیلرا اون چش رنگی عروسی کرده؟ نه بابا، عروسی چیه؟ داره درس میخونه. چی شده؟ ای وای، بیا ببینم. خان، نه کسی چیزی شنیده، نه مورد مشکوکی دیده. باید پیداش کنین جلیل. محله به محله، روستا به روستا بگردین پیداش کنین. اول به خودم خبر میدین، اول من باید ببینمش. دارم میام مامان جون. منو ببخشم و باید بیام. نمیتونم تنهات بذارم. زندگی به تو حرومه دجله. بمیر، راحت شو، بذار همه راحت شن. میشه یه چیزی بخوام؟ بفرمایید جلا خانم. سرم خیلی درد میکنه. تو خونه هم قرص ندارم. میشه بری داروخونه برام یه مسکن بخری؟ الان میرم میگیرم جلا خانم، یکم صبر کن. در رو کسی باز نکنی ها. هی دختر دیار، بیا بریم تو اتاقمون. حق نداری به هم دست بزنی. حق نداری. فهمیدی؟ حالا اگه حتی بهت دستم نزنم نمیشه دیارم.
وای خدایا، دجله خودشو دار زده. خانم آقا بیاین پایین. دجله آه مادر، نشونت میدم که نباید تو کارای من دخالت کنی. اینم که مثل ماشین ترمز بریده راه خودشو میره. خب حرف گوش کن دیگه. اما نه، حتما باید کار خودشو بکنه. چی کار کردی دخترم؟ چی کار کردی؟ به خدا از دست اینا سکته میکنم میمیرم. تو رو خدا زنگ بزنین آمبولانس بیان. تو رو خدا تلفن کجاست؟ تلفن. آمبولانس نمیخواد. با ماشین ببرینش. زود باشین. میگم تو امارت اتفاقی افتاده. حرف میفته تو دهن مردم. جلوی زبونتون رو بگیرین. زود باشین. بیناز بودو تنهاش نذارین. زود باش همینه. ای وای خدا بد نداری. تنهاش نذارین. ای خدا. چیزی نیست، بیهوش شده. ای بابا امروز چه روز بدشگونیه. از زندون به هم زنگ زدن گفتن محمود حالش بده. اومدم دنبال زیلان. اجازه میدی خانم آقا؟ یعنی میگم بریم ببینیمش. یه وقت خدایی نکرده زبونم نال یه چیزیش نشه. برین بابا، هر جا دلتون میخواد برین. خدایا این چه مصیبتی بود به سرم آوردی. خدایا. خانم آقا امینه، قرصمو بیار. الان میارم خانم آقا، همین الان. بیا بریم تو آشپزخونه بشین یه نفسی بکش. آی خدا. بیا بریم الان برات میارم. این مادر کجا بودی پس؟ اجازه گرفتی؟ آره گرفتم. شانس آوردیم. دجله قش کرده بود داشتن میبردنش دکتر. بودو بریم بیرون ببینم. از ترس اینکه بلایی سرمون بیاد به خدا دارم سکته میکنم. آخه تو با ناصر چی کار داری؟ قش برای چی مادر؟ میگم نکنه حامله باشه. ساکت شو خدا نکنه. سرده؟ آره سرده. اون وقت میپرسه با ناصر چی کار داری؟ حالا دیگه قدیر و دجله بچه عمر رو میگیرن بغلشون و اون وقت با خوبی خوشی زندگی میکنن. خدایا چه خاکی بریزم تو سرم. من نمیدونم چی کار کنم. بودو برو را بیافت دیگه. برو یواش. میخوایی نریم بیمارستان؟ همه جا پخش میشه. بریم پیش خانم دکتر خانه بهداشت. بیا تو. جیلان خوش اومدی عزیزم. بیا تو. من دارم میرم. خواستم برای بار آخر ببینم تو. ازت خداحافظی کنم. کجا داری میری جیلان؟ چه خداحافظی؟ باید برم. مجبورم. میرم استانبول پیش خالم. درستشم همینه. برای چی مجبوری؟ چه اجباری جیلان؟ اینجا خونه زندگی داری. اصلا اینا هیچی. من هستم. بذار یکم مشکلات کم بشه. مادرت هم پیدا میکنیم میاریم پیشت. قول میدم. نگران نباش جیلان. نرو. مجبورم. اما باور کن اگه میتونستم یه آرزو بکنم میخواستم زمان بیسته
هیچ وقت از پیشت نرم. پس نرو جیلان، از پیشم نرو. جیلان ولت نمی کنم. ببین همه چی تموم شد، من دیگه کنارتم. از هیچی نترس عزیزم، دیگه نترس. از هیچی نترس، نگران هیچی نباش. تو همیشه کنارم میمونی، هر جا برم، هر جا باشم، همیشه تو فکر و قلبم میمونی. چی شده عزت؟ چه خبره؟ قدیر خان، یه خانم پشت خط میخواد با شما حرف بزنه، میگه فوری. برو بیرون بعدن. قدیر خان میگه موضوع مرگ و زندگی، خیلی اصرار داره. بده ببینم. برو بیرون. بفرما. الو خان، از روستای بزداق زنگ میزنم، اسمم نجیب است. بفرما آبجی، گفتی موضوع مرگ و زندگیه. چیز خان درست نیست بگم، اما خواهرتو امروز تو باغای اطراف دیدیم. نزدیک روستای شما؟ بله خان، با یه مرد دست تو دست بودن. عصبانی نشو، انگار خواهرت ناراحت بوده. گفتیم یه موقع بلای سرش نیاد، ما مشق و زنبه نشیم، با شرمندگی زنگ زدیم. باشه خواهر، دستت درد نکنه، خدا خیرت بده. ممنون داداش. جیلان، من باید برم دیا رو بیارم. تو رو خدا برو خونه. برو خونه منتظرم باش، من زود برمیگردم. وقتی اومدم میشینیم مفصل حرف بزنیم. باشه جیلان، زود برمیگردم. ولم کن امین علی، تو رو خدا ولم کن. نه ولم کن، تو رو خدا. گفتم که تو مال منی. مقاومت نکن دیا، مال من میشی، مال من میشی. نه ولم کن امین علی، مال منی. مجبوری، مجبور. زیلان، تو حبس هرچی منتظر بشی صبح نمیشه. تو اون شبای طولانی خیلی فکر کردم. دلم برات تنگ شده بود. فکر کردم چرا اون شب نیومد. با خودم گفتم نکنه اون منو به پلیس لو داده بود. حالا هرچی، نه از فکرت اومدم بیرون، نه از قلبت. همونطوری که تو از فکر و دل من بیرون نرفتی ناصر. این داستان تو قربونی داشت، یکیش تو یکیشم من. حال روزم زار بود، تو اونجا حبس کشیدی،
ولی من این بیرون تو زندون بودم. من تو رو بهتر از خودت میشناسم. خوب میدونم بالاخره حسابه اونایی رو که با تو و من این کارو کردن میرسی. اومدم بهت بگم هر کاری بکنی من کنارتم و تنهات نمیذارم. ای بلا پدر سوخته، تو شیطان. یعنی داری به من میگی منو از لیست آدمایی که قراره حسابشونو برسم پاک کن؟ آره؟ یعنی زیلان داری از من طلب بخشش میکنی؟ نه اینو نگفتم. گفتم از سرنوشت و اونایی که این بلا رو سرمون آوردن انتقام بگیریم. هر دومون هنوز دنبال یه چیزیم مگه نه؟ دنبال حقی هستیم که از چنگمون در آوردن مگه نه ناصر؟ تو دنبال خان شدنی درسته؟ منم دنبال خانم آقا شدنم. حالا میخوام ازت بپرسم ناصر هستی یا نه؟ گیرم که حالا بگم هستم. بگو ببینم از تو به من چی میرسه زیلان؟ بگیرش. این چیه؟ تو این نامه یه دروغ 20 ساله است ناصر. پسر عمود کامل و بابام نکشته. حالا خودت ببین کی کشتتش. از خلیل و بازبیا انتقاممونو بگیر ناصر. خانم دکتر خیر باشه. اومدم ببینم خوبی. اومدم بگم مادرمو ببخش. اشتباه کردم؟ تو داری در حق خواهرت ظلم میکنی خلیل خان. نه فیدان خانوم به دخترش رحم میکنه نه تو. ای خدا. اینقدر به این زن گیر نده. حرف گوش نمی کنی که. بخوای اینطوری کنی اینجا یه بلایی سرت میارن. در اصل اگه شما به حرفم گوش نکنین بلا سرتون میاد. من دارم سعی میکنم اون دختر رو نجات بدم ولی مثل این که برای شما اصلا مهم نیست. خانم دکتر دجله دختر این خاکه. با خودت مقایسش نکن. نمیخواد نگرانش باشی. خانم دکتر کمک. دجله توف به ذاتت بیاد دیار.
این کارو نکن. تو رو خدا خفه شو. خانم آقا دکتر خبر کنم؟ ها؟ کدام دکتر میتونه دردمو دوا کنه؟ امین هنوز کفن پسرم خوش نشده، عروسم میخواد خودکشی کنه، دخترم جونشو گرفته، کف دستش به خاطر شوهرش فرار کرده. خدایا خودت مراقب بچه هم باش. خدایا خودت دخترم رو ببخش. خدایا خدایا نظر بذارم قاتل خواهرش بشه. خدایا خدایا خودت مراقبتشون کن. خفه شو عوضی. اسرائیلت میشم. باب داداش نوکری تو میکنم داداش، رم کن. بپوش اینا رو. تو کی باشی که بخوای خواهر منو بدزدی؟ بی شرف. بیا اینجا، بیا نشونت بدم. بیا. باب داداش. دجله خوبی عزیزم؟ تموم شد باشه؟ ولم کنین. چی شده بی‌ناز؟ چیز خانم دکتر افتاده. از کجا افتاده؟ چطوری؟ سرش به جایی خورد؟ نه همینطوری یه دفعه افتاد زمین. بی‌ناز مثل آدم بگو سر آبجیم چی اومده؟ خوبم، حالم خوبه. شما بریم بیرون. گفتم بریم بیرون. دهنتو واکن عوضی. داداش تو رو خدا التماست میکنم، دوستش دارم. نمیذارم به این راحتی بمیری. نمیذارم کثافت. داداش میخوام عروسی کنم، به خدا میخوام عروسی کنم. به چه جراتی به خواهر من دست زدی؟ استخوناتو میشکنم، با دستای خودم میکشمه. پاشو عوضی، پاشو واسه مردن بهم التماس کن. پاشو التماسم کن.
داداش. راه بیاف! داداش راه بیاف! راه بیاف! الو جلیل، یه ده بزداق، به کسی چیزی نگو، تنها بیا، بودو زود باش، سریع. اینجا خونه زندگی داری جیلان. اصلا اینا هیچی، من هستم. نرو جیلان. عزیزم لطفاً به هم بگو چی شده. میخوام کمکت کنم. جایی که روی گردنته نیافتادی مگه نه؟ بیناز دروغ گفت که افتادی. به داداشم چیزی نگو. دیگه زندگی به من حرومه خانم دکتر. عزیزم با برادرت حرف میزنم، این کارو نکن. هیچی از زندگیت مهمتر نیست. نگی یا خانم دکتر، نگو. تو هیچی نمیدونی. خب برام تعریف کن عزیزم. نمیتونم. اما به داداشم چیزی نگی یا قول بده. یه وقت فکر میکنن اونا بلایی سرم آوردن. اونا کاری نکردن. کسی مقصر نیست. من هر کاری کردم خودم سر خودم آوردم. تو هیچ گناهی نداری دشله. تو مقصر نیستی. دارن زوری مجبورت میکنن عروسی کنی عزیزم. نه، درد من یه چیز دیگه است خانم دکتر. من گناه بزرگی کردم. دیگه راه نجاتی نیست. اگه کسی بلایی سر خواهرم آورده به هم بگو. نه خان، این چه حرفیه؟ اصلا کسی جرئت نمیکنه. به خدا همشون خانمو رو سرشون میذارن. شما خودتو نگران نکن. چیزی هم شد قایم نکنین. به مادرم هم میگین. فهمیدی؟ فهمیدم. خانم دکتر، حال خواهرم چطوره؟ خوبه. میخوای تو برو پیش دجله. برو دیگه. چی شده؟ اونا کاری کردن؟ اینا یه کاری میکنن خونه خرابشون کنن. آروم باشین خلیل خان. خیلی دوست دارین همه چیزو خراب کنی؟ موضوع خواهر منه. اگه بخوان اذیتش کنن میزنم درب و داغونشون میکنن. ول کن اینا رو. آبجیم چطوره؟ اونو بگو. پاش به یه جا گیر کرده افتاده. موضوع این نیست. اون تو شرایط بدیه. دوران سختی رو میگذرونه. شاید لازم باشه یه مدتی بستری شه. میبرمش پیش مادرم. یکم درد و دل میکنن حالش خوب میشه. کاش به همین راحتی ها بود. خانم دکتر، آدم با عنوانی که سر اسمش میاد زندگی میکنه. دجله عروس بزبیلرا و تک دختر پهلوانی هست. امروز و فرداست که خانم آقا بشه.
اگه درد و مشکلی هم داره نباید بذاره کسی بفهمه. باید قوی باشه. قوی. مجبور قوی باشه. هممون مجبوریم. چاره دیگه ای نداره. هیچ کدوممون نداریم. اگه نیای یا بخوای کسی رو دنبال خودت راه بندازی، دیگه هر چی بشه مقصر من نیستم. داداش والا دختر پیداش نیست. یعنی چی که نیست؟ وایسین اونجا مثل سگ پیداش میشه. منو نگاه. اگه دخترت بخواد دست از پا خطا کنه من تو را سوراخ میکنم. ایشالله که نیاد. بمیرم بهتر از اینه که دخترمو بندازم تو بغل تو. اول تو رو میکشم، بعد دخترتو میشونم تو بغلت. خودتو به کشتن نده گلبهار. میفهمی چی میگم؟ سوار شو بینم. سوار شو. داداش قسم میخورم تقصیر من نبود. داداش یه چیزی بگو. داد بزن، کتکم بزن. داداش تو رو خدا اینطوری. دیار ساکت شو. اگه نمیخوای بمیری ساکت شو دیار. اگه اونجا نکشتمت، اگه اونجا هلاکت نکردم به خاطر این بود که بیشتر از این آبروریزی نشه. سوار شو. سوار شو. داداش به خدا من تقصیری ندارم. منو دزدی داداش. خفه شو. داداش نه داداش. جلیل کلیدا رو بگیر. عوضی اینجاست. ببرش همون جایی که میدونی. تا من نرسیدم هیچ کس هیچ کاری نمیکنه. با دستای خودم میکشمش. بدو. چشم. داداش